دیشب در اصفهان این شهر هنرمندخیز با دو نمایش همزمان از خانه هنرمندان بختیاری با گویش و کوشش و جوشش بختیاری، آلازنگی، کار امید افزاری و رویینتن در صحنه تئاتر تو را به پیشتن خویش فریاد می‌کنیم. عزیزان، می‌دانیم فرهنگ هیچ قومی مکسلا از آوای این تا تارا و یاران آباد و اینک رویینتن مفتخریم که بیش از 17 دیپلم افتخار کشور و استان و بیش از 20 لوح افتخار را به ارمغان آوردیم و در حمایش بین المللی در کشور و خارج از کشور دارد. یک سال در انتظار اجرامان، چون هنر مقدس تا متعهد فقیر است و بیار و یاور و عاشقانی میخواهد دیوانه و مجنون. به هر سالونی سر کشیدیم درها بسته بود، به امید تالار هنر شهرمان چشم دوختیم. یک سال تمام با دلهره پشت درهای بسته و نظرات من درآورده شورایش ماندیم. آنانی که آیین ما را نمی‌شناختند بر ما حکم راندند. دلم سوخت و آتش گرفت وقتی دانستم دوستانم چنین حکمی کردند. چه می‌دانی در دوست خوردن زخمش بدون قیام است. به ناچار سفر کردیم با رویینتن به شهرستانی زه، به زرین شهر و بهارستان و پولادشهر، به امید اینکه بار دیگر تالار هنر شهرمان امسال درهایش به رویمان باز گردد. 3 ماه طاقت فرسا در خانه هنرمندان بختیاری تمرینات مجدد را آغاز کردیم. باز درهای تالار شهرمان بسته بود. خواستیم که سفر کنیم که جوانمردی عاشق فرهنگ به نام مهدی جهانیان بیاریمون شتاب به اجرای سینما فلسطین برای 2 نمایش همزمان خانه هنرمندان بختیاری در سینما فلسطین میسر گردید و اینک روی سخنم با شهروندان هنردوست اصفهان است، به خصوص با بختیاری‌های غیرتمند، 4 خالی‌ها، پیدرمی‌ها و سبستانی‌هاست که سالهای سال با حمایتتان یارمون بودید. امیدواریم که تا انتها یار ما باشیم و روی صحنه تنهایمون نگذاریم. ای دوست، ای عاشق فرهنگ و هنر. خانه هنرمندان بختیاری تشریف فرمایی یاران خانه هنرمندان بختیاری جناب جمعتخان اسدپور شهردار برند، جناب حاج احمد آقای ایمنی، جناب آقای داریوش مهرابی و همه کسانی که یار خانه هنرمندان بختیاری بودند و ممکن است در سالن حضور داشته باشند و ما ندانیم را خیر مقدم میگوید. با یک کف به استقبال نمایش رویینتن خواهیم رفت. در پایان نمایش رویینتن یکی کوچک داریم با شما. تقاضامند است چون چندین شب درگیری‌های زیادی در این سالن به خاطر گرفتن عکس، ضبط صدا، دوربین شده است. تقاضامندم از گرفتن عکس با تلفن‌های همراه، دوربین خودداری کنید. استدعا دارم، خواهش می‌کنم تلفن‌های همراه خود را همکنون خاموش کنید و سکوت.
جهانهای اسکندر و مغول و افغان به گوش رسه ایران. اگر تونم به درخت تنومند گردوی تشبیه کنی، فرهنگ ها جواب ایران ریشه و شاخ برگ او درخت تنومنده. ای یاد بیدار که دشمن حمله دیگر آغاز شده، حمله‌ای که با شمشیر و تفنگ نیست، جنگی تا باشه مظلوم به قتل ببره و به دستور افراسیاب نامرد و جرثیب از حیله‌گر و گروه خیل سر سرسه در دشت دلا ببرن و خین سپری بزن و ز خین پاک سیاوش هر سیاوش برویم. بیدار سیاوش را دست بسته شو سای فکندند در گردنش پالهنگ. ای داد ای بیدار تن پیل لبادش بران گرم خاک فکندند کس نکردند بار. ای داد ای بیدار. دوباره جنابیل پیا هر وقت دست به قلم ببرید تا نمایشنامه‌ای بنویسید بدید همه دنیای گرین حال هوای خوشی نداریم. فرنگیز سالهایی که قلمم نمی‌سیده و دلم سنگار کرده، بخون سنگار از دل ببرم. آرزو داشتم گوساله به دنیا ویدم گارد و یو چه آرزویی که داری؟ حالا تو ناراحتی بلند بابون بوی زندگی حس کن. دنیا که به آخر نرسیده. خیلی راحتی فرنگی، باش مثل تو فکر کردم. بخوام بعد از سالها یه مرتبه دیگه خاک صحنه تئاتر بو کنم. میخوای با چه نمایشنامه‌ای شروع کنی؟ با نمایشنامه رویین تن. رویین تن؟ یادم چند سال پیش قصصی تعریف کردی. یادته به کدوم قصص خیلی تعریف؟ تقدیر قصه های بختیاری چونو بیده آریسلی بود کرد فرنگی. اون نویسنده‌ای تغییرش بده. اون نمایشنامه همه از تاریخ بختیاری نویسان. گذشته دستتونی، آینده چه؟ آینده نباید دیگران بسازم. یه درد صدا نداره، هزار دست کاریه. یه درد یه نقش داره و هزار دست هزار نقش. آی اسفندیار خود دونی گاهی وقتا یه آدم تره کار هزار نفر بکنه. مثلا یه نویسنده، یه فیلسوف کاری کنه کارستو. درسته، اما سالهای سال باید بگذره تا چون شیر پیادی حامله میمونه. فرنگی ما تنها نویسنده و بازیگران. اسفندیار وقتی خوب به این زندگی بنگریم ایما همه به این زندگی بازیگریم. بازیگر نقش، بازیگر بازیگر جنگ و نفرت. جنگ و نفرت نگو که داغون کننده زندگی. جنگ و نفرت سالها زندگی دو روی سکه که ما به نمایشنامه روی تن نویسم و باید توضیح کنم. نمروسی چه شروع بسته. بودو که عاشق صحنه و بازیگری
رفته. حالا سکاجه این کار شروع کنه. از گوش بده. بگم به مچه سلیمون روزی بید و روزگار خواب انگلویی بید که به خوبی و خوشی زندگی کرد. و تو که رمه بید و جلا اسب بید و تفنگ بید و شکار بید رب مشکالی خوب بید و قرار بید خواب انگلو با دوگر سودی جون به خوبی و خوشی زندگی کرد تا پیمونی عمر خواب انگلو به سر وید و خواب انگلو مرد. سالهای بعد ز بدبختیمون یا خوشبختیمون هم به مچه سلیمون نفت گردید. انگلیسی سگ پدر ز ینگ دنیا بو چشید، بوی نفت بید مثل درسی با دار و دست سویده. دکل پشت دکل دیده پشت دیده دیده های ما پیش نفته از سرزمین وحیانی گذر داده. همه چی تغییر کرد. سالهای بعد خواب انگلو به رستاخیز مچه سلیمان زنده باد.
خوابیده رو مرده دیدم حالا زنده What is the most work? آجاله مستر گویو چه طرز کار کردنه؟ نام مفت دولت خردی منی خرسه I have not extra money to pay to you. یو الان پدرش دارم آجاله مستر گویو من خود من حالا پیله دافت You are so lazy that you just eat and sleep. مستر گویسا فقط ترین خورین خوبی هیچ بلد نیمی حال برده If you don't work, you will go out. چه مستر نوال نبگو چه؟ If you don't work, you will go out. وای برمون سرام حال برده حالا شد کار کنیم حال برده نیست حالا باشون من اونا با حواظ میری کنیم مستر با اگر کار نکنید همه دون گوهاتی انتقالا ای مستر بگا اگر اینا گوهاتن تو گوهازی با تو گورت دار برای زمان چی پشت پا نبدن
Kimsin abi? Zakine yadara. Meğer hanım ne dara cevabı da meğer meclise deruname border kosun iteyi çoy kadar zor me kuruluyla canlıstara. Orada da şoy çulya. Sıdağın murci ruhu cunun dirah. Ben garusiye tikya çabare cun. Hametun gazar sari simor keyro. کشتی بید هر جا یادم بید
سالم بی سواربازی بی تیراندازی بی تیراندازی بی این را صدا کردم و گردم بیبرم
یا آقای عباسی ساله ماشین سواری یادو بده اخوی ماشین خریم و برگردیم دلا خلاصه بابون سفرتون خیلی چیا تحریفه باسه بیا بسا سرم برگا ماما چه بگو؟ خدایا حسین ما راه کن یا سلطان برایم زینا خچلی خاک کردم بسرم مابی دوباره چه مابینه بیا جلو رسونه نبود جلو اما جلو رسونه ای مردم نیبو نکنه آرسته بگیگه بود بگو تو سپاهی راستو بگی بخونن خواستم بیام که من تنام رستم چنو ساز مابی خدا فروز کجایو خدا بستکو خود راستی تهرون میدم ای کنم بردیده که بردیه پیاده قریب اسم آقا یا پاسی نشستمی زمین و زمون درست رو برسم یه درستم حرف بزنم دیدی چه خاکی به سرمون مابی دل بخواه مثل عمر بها نگیری با یه چه من آییمی که سرونه بری خدا زینه خدا زیمان گشته حرف بزن کف مکن زیاد خدای شیرین ایما زیاد خدا خیلی وقت گرفت اما تو که کلو همه چین خر قومی گوزنون کار بلا مرد به باید تقابونی بلا به دهدار بیدو به تهرون قرار زینه چی باورسته بود آفرو قرار آفرن به هیچ اسم تهرون بدید چهار شنبه خوشبختی بپوشه همون تهرونی که به خاطرم هست با مو بکن منوچهر و جمشید و یاور درگلم لیلیفر و خاتون و خاور فلامر شیر نرم جو پشت شونم شازنون دده خوبم انیس جونم بیژن نیل سوار با همه ایران روز تنگ و روز جنگ پشت سفینم این بیان به سیل حال و روزن چیتش تنگ بلید بیدنگ سوزان نبنین سیم رخت خواهر که دوانی مردن برمنجا مال پیام نی بنین اون سوار اسب پاکی سوارون دستم بنین سر 5 تیر پرون
سیر زنان ز که دلا تا باد شیربار بخوره پیر خرد لاش و باد کهسار زنگل مال بگوی حل نبرنسی با گریف خوب بکنه سر لاش خینی ندرارینم ز مایون سویران ندرارینم ز مایون سویران وقت مردن برینم سوار بمیرم وقت مردن برینم سوار بمیرم
همه رشید و جنگجو سردار رساله بینم سمسام سلطنه نمینم قبه از زیر پام بیدم گوشان تیز شده بیم رسیدیم به دوشن تقوی تهران هیچ خرابه آمد دار رندیم وارد تهران نبیدیم ایما دیدیم خاطر تهران تاریخ دراگاه اونم که تاریخ رو نوشتنم دراگاه دن صدای دوب تفنگ تهران مجاونی داد خواست مجلس چوب دنبال کنه بیک علی داود بابا خوب نیاز گفت خوب یا چنه خوبه اخو چه کنه خب مجلس چوب دنبال کنه بیک غلطه کنه حالا گلامه علی داود بابا باز به چهار شرکت در تو قضاق تو چی تو براد گرد علی داود بابا تو ببرد سالهای سال او تو در مزد بستگی سیچه چرا دنیا چور با میده ایمان و تو خواستن که به رکاب خان جنگیدیم زیدیم و بستیم و درلیم اصفهان و شوشتر علیل یک دست بیلم یه بود که اون همه بلد خواست ایمان خوب جنگیدیم اونم خوب برده قصد ما دلم رو خواب نمیرم و بده مادرم دلم خود شاه نامه بسید که پشت بابودن اسفندیار سیر بخونی خمس داستانی سیر بخونم که تا حالا هیچ کس نخونده چه داستانی بابا هیچ کس نخونده داستان فرون سیاوش و سیاوش هم کن داشت چی نوشته ها از یه نظر به کرما فرامر شراحت داد فرامر فرون به تهرون بی رحم گل سپد به دست خودی بهوانی فرودن در دز کلات شرم به دست خودی پشتوانی فرود مردم جنگی اما ببار چی به جنگم فرود بیه تحت غزبست و جون داست شریگری بی شیرزنی بی شمشیر کشید همه اسبان پیکر قلنم تکسه خنجر کشید و اشکم خود سر نقش کرد گرد و جون مال خمال بیمه فرصای وقتی دای بین مردان صوبت وردای لای خمای لولای خمای دیلی شکردای زینه بجرس منم بکش بعد سم خودت کش مثل جلیله که خودت کش
بجرد بودم بجرد بجرد حیوان خمم لور جانم خدا تو منو بکن با جریده دیدم چسبان پیکر خلقن تایستد و اشکم و خود سر نشه کرسته با پرستندگان فرود دیدم که خسرز بیست کلام جلال من بکنن فقط آرزو دارم فقط آرزو دارم که بمیرم و بینم معلمم حالا با خدا تو منو بکش نه تو منو کشی نه خون دارم خودکشی کنم پس این اول شاهنامه رو کنم
حالا چند قبضه اسلحه از ایلیاتی ها گرفتیم؟ 400 قبضه قربان. 400 قبضه؟ 400 قبضه خیلی کمه. و در سوخته ها اسلحه به جونشون بسته است. باید به حرفشون بیاریم. قربان، این انگلیسی ها خیلی ناچسن. همه دنیا رو چاپیدن، ما رو همه چاپن. حرف نباشه. قصاب مرغ خورس میخواد و مواجب رو به راه. اسمشم علی و سلام. بله قربان. یکی دیگه از ایلیاتی ها رو برای بازجویی بیار. قربان، یه شعبان گرفتی از معلوم دیوونه است. همه رو سر کار میزن. چی کارش کنی؟ برو بیارش. پدرشو در میارم تا بفهمه یه من ماست چقدر کمه داره. اطاعت میشه. برای کار بده به این جناب. برو سلام سرکار. ادام ایسا قزاقاس جونی ما چه خواست؟ به اسیری گردینمون یا خین کامرات کردینه. به جون خود سرکار داشتم بنه بیابون گوسند چاردیدم. توی آربودون لیدراز بود گوسند نباید بچاردیم. چی نباید گوسند بچاردم؟ حرف نباشه. آر برات میاد. چنین واسطه مامورای دولت دو تا کلمه حرف حسابی زد. گفتم حرف نباشه. آلبرده خود آقای برتیزگنه. مثل که تنت هم میخوره. اوی خود کجا دونی تن ما خانه نکنی که همونی و کیسه کشی. گفتم حرف نباشه. چه خواسته جونم چقلا؟ چی گفتی؟ جگله چی ها؟ چقلا ایسا مستویار مسکویار چه گمی چقلا؟ چقلا یعنی پسر. یعنی من پسرم؟ این نوزادی گرفته. حتی با این سیبیلای بودی تلتابی دودن یا من اونه. این کشمه! برو حال بردم. بلش کن. هری یولم کن. برو بیرون. شما گوره دوگم کن چطرده بچم. سرکار اون لحاظ درازه این به مقصد میرسه. حق نداره. مون قصاب بکنیدم. دیگه چی؟ بلبل زبونم که هستی. سرکار جلوم کنم کار تچه گوسته جمعه جلوم کنم. حق نباشه. تا چیزی ازت نپرسیدم حق حرف زدن نداری. حال بردی هم که واسه حوضه برریز بده. انگاری زبون آدمیزاد سرت نمیشه. گفتم حرف نباشه. شیطون بود درس کنم تیشتی زودم داجون درام. چی گفتی؟ هیچی دارم داد کنم خودم مثل کرد. دارم چنین آدم دوباره که داری بربر میکنی پدر سوخته احمق. سرکار بله قربان! چه کارت کن؟ بله قربان! چی گفت بیایی؟ برو بیرون. هری چی گفت بیو؟ رو سرم خشخاره خشخاری ها حق نباشه. او گوشات بار. سرکار گوش کن یک اوغای شاه و چله بده دو برو چی میدی؟ چیه کنی رو گوسه؟ یک کوبه یک تیشتر یک گوسه ها یه گوسفند. حال برده تا اسم گوسه نوردم میشتاد تا برام گوز برد سرکار این بوتینا شبه بود حق نباشه. این برگه رو میبینی؟ هری بدش به من. حالا که میبینم دیگه دیدن کافیه. کجا قایم کردی؟ چرا دور خودت میچرخی احمق؟ منم کجا قایم کردم؟ چیه کجاست؟ سرکار جانه به احمق تفنگ‌ها رو میگیرم. من سرکار رو بابو بیارم سرکار من یه ماهی چون دستیه بیام خدمت سرکار به احمق سوگن من دست میندازی؟ چی دست؟ قایم کردی؟ تو باید کجی داشت تو باید سرکار رو بابو بیارم سرکار بیا من چکارت کن بله قربان! کی گفت بیای؟ قربان شوان صدا زد. خب مردی که مگر شبان رئیس و فرمانده توه. برو بیرون. برو جهنم. آل برده ماما رئیس فرمانده تو رو گردگان کن رو به جهنم آل برده خوصی ها حق نباشه. ساکت. اسم؟ اسمو چکار دی سرکار؟ گفتم اسم ما بارونی آوارونی. اسم پدر؟ سرکار اگه همینجور ببارسی بخواد جد با خاجه منه ببارسی گفتم اسم پدر. اسم بابا ما بارونی آوارونی. سرکار تو مامور سجنی؟ چطور؟ آخه اسم خود بابا خود
آخه احمد کله پو هر کی اسم خودت و پدرت رو به پرسه مأمور شناسنامه هست؟ مأمور شناسنامه دیدی؟ درم به کله پو که برده مأمور آسمان جان. آخه این چه حرفیه؟ سرکار بیا خیلی کارت داره برقامون بیا. بله قربان. کی گفت بیا؟ مرد دیگه تا که گاگلی تر از این شبانی. ایستون کنار. کی گفت بیا؟ آل برده تو که گاگلی تر زمانی. باز تو چرا؟ شبان. حرف نباشه ساکت. بگو ببینم چند سالته؟ چند سالمه؟ کنید. یا اومده همون چند سالمه؟ چرا از اون میپرسی؟ تو چند سالته؟ تو چند سالمه؟ همون سال که به ناغون زلزله بهت یادته این ناغون همون چه همیشه زلزله یا اون سال اول که ناغون زلزله بهت علوم هر ورد دستش کرد و همون سال به دنیا بود. گفتم چند سالته نگفتم اینقدر زرزر کن. بگیرم چه کارت داره سرکار؟ خفه شو برده شو زبونت داره. خفه شو زون روستای پوسکایی خودتو برای من رو شبان تو میدونی تخت قاپو چیه؟ سرکار جون خود یه سال آسودتر بکن چه؟ زود باش جواب بده. قاپو؟ سرکار چه نمو یه همچنه اونه تخت قاپو چه؟ خواهیمونه بدبخت اشعاری اونو تخت قاپو چه؟ تخت قاپو چیه؟ تخت قاپو یعنی چی؟ تخت قاپو یعنی اسکان عشایر. چرا میخندی احمد؟ مشکل بود دو تا بود یکی نمونه تخت قاپو شده یکی استکان عشایر هم بسازم. دیوونم کردی مرد. تخت قاپو چیه؟ استکان عشایر چیه؟ خوب گوش کن. تخت قاپو یعنی اسکان عشایر. اسکان عشایر یعنی کوچ بی کوچ. اگر عشایر کوچ نکنن بعضا گوهی دولت بگره که کوچ نکنن باید چه کنن؟ همینی که گفتم. این فرمانیه که از طرف دولت فخیمه انگلیس و به دستور دولت مرکزی و اعلیحضرت همایونی صادر شد. این همه دنگ پنگ در آوردن سی تخت قاپو؟ مرد دیوونم کردی. عمری ازت گذشته. بگو ببینم چند سالته؟ خودم جامون سال که ناغون زلزله هنوز قاپو دادم. سرکار دو تا کوه دادم. دو تا کوه رشد دادم به تو که هر تکی کسا دو بره. برم کنم. گفتم چند سالته؟ بگم که تو چطور نه همون بیمون چند سالمه؟ چطور من باید بدونم تو چند سالته؟ بعد چطور بدونم تو چند سالته؟ اوه میدونی من چند سالته؟ کاری که نه تو کجا درس خوندی که نه همون چند سالمه؟ باری کلا بگو ببینم من چند سالمه؟ بسته و چون خبر کن اشکافته باکن چی؟ اصلاح مرده باکن چی میگه این؟ قربان منظورش دهنتونه. خربم باید حرف نباشه. مرده باکن یک دو سه چهار بکنم هشت دیوونم کردی پدر سوخته ی احمد. مگر من قصد یا قاتلم؟ شاه قاتل بگو ما چیه؟ چند سال دیگه کارت دار. همین حالا میفرستمت مرکز با کنده و زنجیر. خب بفهمی من ماه چقدر کره داره. سرکار برم کنم چیه؟ یک گوستن به تو داد یک گوستن به خود دارم برم کنم چهار تچه گوستن به بده. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو ببینم. بگم چهار تچه گوستن به بده. چهار رنجمون تشنید چهار آلگرده حالا من از تو چهار گرده سرکار بله قربان. کشفش کردم. سرکار بله قربان. چشکش کرد حالا این جناب کهر کجاست؟ ای به مهم شدی سرکار زکه که حالا کهرمون جناب بگیدمونم رسون تفره نرو. کهر کجاست؟ خب معلومه کهر یه طبیله طبیله مرض طبیله داره عجب جاییه. عجب جایی که جفتتون به طبیله بخونین و به هم بکشن سره زر نکن دارم فکر میکنم. ای دو شدی که راته گرخان بله قربان. این شبانی که بسته میبرید که طبیله که میگه کهر و دستگیر اسلحه ها رو کشف و ضبط میکنی میاد. اطلاعات میشه. یا فرجلا چهار دست میکنی. سرکار نمی کهر دستگیر که
چرا نمیشه؟ آقا چهار اسم هست بود. چهار اسم هست بده؟ بچگم چهار تا چه گوسته جون برندی ها. دیوونم کردی پدر سوخته احمد. پس تا با هماینی رو دست میندازی؟ چی دست منده؟ برو چرا ایستادی؟ بزن! چرا بزنه؟ بزن! نزن! چطور بنویسم که ماه منیر و ماه گرما بس به ساز جاوی دشمن کیش و ماتان شرم ما که دشت بلود و شقایق گذر کردیم و سرانجام به جوغاباه رسیدیم. دلم خواسته این در جیرم دلم با برد بکوبه نسخو انجام جست کنه. وای این بدبختی، این چنگرش تانه نقص روی تن. بیا بهت کدوم قصه تنه نداری؟ بهت کدوم بدلم شور بسته؟ نگودا فرنگیز دلم گار گرده زی همون درد و بدبختی. یا خودت بیگه کنی مونه جوب سر دل صاف برده ما ریشنیشو داغ فرنگیز داغی بدتر از داغ روی تنی. آرام کنی وقتی خوب به این زندگی بنیاری ایما همه به این زندگی بازیگری که نویسنده رو بازیگری ما بازیگر نقشم در نقش بازی در بازی سیاه بازی سفید بازی. چه سالهای سخت طاقت فرسایی بید سفید
موسم کردی میر رو این تن تک نهاد و بازی نکرد مدل بخواه یه دمخش بود به هم دورو مردمم شاد کنم تو باید کنی من دارم میخواه حسرت شادی به درم منده پس ایشی به قصه ها تنه تقدیر قصه های بختیاری چرا میده خالص بیرون کرد انگیز تو به برگاه برود داد قسمت دان بیا باید بخونیم سرود عشق روین تن لالای لای لای لالای لای لای لالای لای لای لالای لای لای که دلم ناک نداره پاهام جور بسید فقط به خاطر عشق به روی تن بازی کنم رنگی دشمن میبینم پیدا نید لابستم یو چه اینه که آغاز کرده ایمان خوشبت خواب چون نو عروس 14 ساله با عشق و نازیا چون کوچکوی خرامه و خونه نکنی دیدی جادوگرم سحر کنه کاش سحر کن که چارت شکستن شیشه عمر دیو سپید بید حالا چاره چه؟ چاره فقط کشتن سیمرغه چه؟ سیمرغ؟ ببین همسر فهرسته سیمرغ مرغ افسانه‌ای رو به خیال دانایی رو بکشی مرخوی منگی سیمرغ واقعی بر کل قاف پیمان شسته حالا باید چطور جلوس واستا خیلی سخته به سختی 7 خان اسفندیار روی تن اسفندیاری باید تا دماغ روزگارش را اسفندیارم حریب اینا کسی و راز دتیای اسفندیار پناه برام به خدا یا سلطان برایی خود دست ریز این بردا رنگیز خواهی دشمن رو با صفت کلید جنجینه میراث کهن ایمان دزدی و رمز راز روی تن ایمان خود آی اسفندیار یه دیگه بازی رو تمام کنیم فقط به خاطر عشق به رویتن بازی کردم رنگیز حمله ای را میده مثل حمله مغول اگر مغول ز سر ایرانی منار ساخت سرانجام پرانگیز تسلیم فرهنگ روی تن و دین رهایی بخش اسلام را تو رو به خدا قصد بیم فقط به خاطر عشق به رویتن بازی کردم رنگیز گوش کن دشمن رقص جاهلیت شروع شده گوش کن گوش کن Sucker!
جو مرسی ز تحمود ز زیناوان فریدون قلب دنیا بی ز ظلم بی برستها خروشید گاه آهنگر خروشید گاه آهنگر حسین بدبختی بیا فکر کنم که آخر نمازنامه روی تن ترسان گوش میکنی گوید ددوید یا اسلام یا این مالش روی تنه سالهای سال سیتون نوشته بازی که سوگ آفرو داغم سفرو ز تخت قابو کشف دلم منشار کشی آفریدون که تیک نوشت فریاد زد بهمن با اونون بگو نعرت خدا بر اونون با که تفرقه هفت رنگ و چهار رنگ بنده به تک سوار یا عاشق اسب توفنگ تک نهادی به آوای این گوش ندادی به تاراز از دلاوردی شیرن مردون کنو تنهاست نهادی به جاناوان که نوشت و اجرا نوابی و حالا روی تن فرنگی منی دیا قلمون پیش نیره منی زبان ادبیاتم بیا عاشق روی تن یک کلام و قلم پیش گیره ای عاشقان روی تن کمکش کنید که دست صدا نداره هزار دست کاریه سختی گندم نزیدی تا مغز و استخونمون نشست و آه نگادی بشکنید قلمی که حق ننویسه و لال بانسونی که حق نگو ای عاشقان روی تن ای عاشقان روی تن بیاین ما یک بخونیم سرود عشق روی تن سرود بی کسی آوارگی از فقر و تنهایی یک بخونیم سی چه مقاماتی سی چه جوابمون دیدی سی چه جوابمون دیدی بیا من هیچ که به حرف ایمان گوش نیکنه یا سیکه نویسی کسی روی تن ننویس سیکه نویسی سیکه بازی کنی فرنگی چه ایران نباشد تن من مباد بدین مرز بود زنده یک تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین مرز بود زنده یک تن مباد فرنگی ای همبازی غمها مگر ای بازیگر نقشام با ما بخون ای بازیگر نقشام و غمهام و دردهام بخون بخون بابا کار ایرانو ایرانی کار دستم نی نه سازی و نه آوازی نه اسبی و تفنگی همه عشقم به رو میدن تو یادداشت کمرسی ز تحموم ز زیناور فرید و قلب دنیا بی ز ظلم نه آغازی اسکندر چه کاری اسکندر بلند کن اسکندر طلب خدا بلند کن به روی این زن آخه بلند
بلند باغو بلند باغو بخونیم سرود عشق روی این تن، سرود بی کسی آوارگی از فقر و تنهایی. 16 شو با دو نمایش آلازنگی و روی این تن، خانه هنرمندان بختیاری 3 دعوت از بختیاری های اصفهان کرده. فرهنگ هیچ قومی بر جای نخواهد ماند مگر با هنر آمیخته بود. 17 سال فریاد زنیم بلند باغو بلند باغو بخونیم سرود عشق روی این تن. درونمون داره متلاشیه بود، فرهنگمون داره متلاشیه بود، دقیقاً متلاشی بود و نشونه رادن قلب فرهنگ بختیاری نه. ماهواره ها تهاجم فرهنگی الانی که در نظام جمهوری اسلامی مقدس جمهوری اسلامی امکان رشد فکر و اندیشه، بلند باغو بخونیم سرود عشق روی تن، سرود بی کسی آوارگی از فقر و تنهایی. انتظار داریم که خانه هنرمندان بختیاری، هزاران خانه هنرمندان بختیاری در ایران به وجود بیاد که فرهنگ اقوام ایران، همه قوم‌های ایران که اگر به درخت تنومند گردوی تشبیه کنیم، فرهنگ اقوام بختیاری، کرد، لرد، ترک، همه اینها جزء ایرانه. به خاطر سربلندی ایران عزیز کف بزنیم. تا یک شاریم اینیم کره فلانیم کره بهمانیم. کی شاریه؟ بلند بگو بیایید شو بیا رو صحنه. ما تماشاگران با فرهنگ اصفهانی چپ بزنیم که همه دوستان فرهنگ بختیاریه. تمام یکی از بازیگرای اصفهانی که زبان گویش، فرهنگ و لباس بختیاری افتخاراً پوشیدنه، ولی خود بختیاری کسر شب است که لباس بپوشه. چرا؟ کی جواب منده؟ و در این شو خواستم دران قوب کنم خروسی هیچ کسی از بختیاری مقیم سالن ننمرد سرا. تا تکلیف ما معلومه بود، تکلیف امثال ما، همه اونها مثل آقای اقبال صالحی، مثل دوستانی که دیدن که کهران گرفت، مثل آنزان، مثل عبدالعلی خسروی، مثل قهرمان محمدی، مثل تمام آقای داراب رئیسی، همون که سی فرهنگ عیسی کار کنن. ایمان کارون بدون عیب نیست، شاید سراسر کارمون عیب بود، ولی کی بلنده بود به جای ملک شاه عبدالی سالهای دیگر ادامه بده؟ چقدر ما بدونیم از شهردار و فرماندار و استاندار که آقای اسدپور در سالن ادونه 8 سال دویدیم 3750 زمین گردیم. ارشاد اسلامی 1 متر زمین نداره. خانه هنرمندان بختیاری 3750 زمین داشت، از دست دادی، بلند نمیدی. چرا؟ انشاءالله در خانه هنرمندان بختیاری که به افتخار دوستداران فرهنگ مسئولین نظام، خانه‌ای در رباط علاج 7 رباط اول دادنه جایگاه بختیاری. ایمان یک قوم تنومندیم، یک قوم دلاوریم، یک قومی که دارای فرهنگیم. تنها کسانی که بعد از زردشت شیعه بیدن بختیاری آلیده، یک غیر شیعه در بختیاری نبیده. متشکرم. باید حرف زد، فقط حرف فایده نداره، باید عمل کرد و عمل کردی و اتحاد فرهنگ لباسه. در نظام جمهوری اسلامی ایران ما افتخارات مثل سردار رضایی داریم، 8 سال دفاع مقدس حمایت که به افتخارت کف بزنیم. بختیاری‌ها در دفاع جنگ هم نمونه میدونه. چه کسی ایمان تقسیمه؟ ایما شجاعان بیدیم که هیچ کسی ترسیدیم، از هیچ قدرتی سرخم نکردیم. ایما حرف بزنیم.
ما انسان‌های پاکیم که قرن‌ها و سالها مرزداران سینه چاکی اوقات بیدیم. در منکر است لعنت که چنین حقی نزد ما بگیره. چه کسی گره؟ ببینید ما 56 سالمه، 40 سال کار اتحاد کردم، 17 سال کار بختیاری کردم. به افتخار کنم که هیچ کار نکردم و خاک پای همه بختیاری های عزیز بدم. باید یه نفر از سمیرون به نام آقای مهدی جهانیان بیا به حمایت ما. در حدود 12 میلیون هزینه این کار بیده تا این دو نمایش آلازنگی بر موین تن که ما همه هزینه فاکتور کنم بدون خدمتتون که یک کلم درو نگم. به تنهایی همون شد که بختیاریان دعوت کردیم 2,700,000 هزینه کردیم، هزینه پذیرایی، هزینه گل، هزینه فیلمبرداری، همین ها. چرا؟ آقای جهانیان هم ایرانیه، ایشون هم فکر ایرانی دارن، اندیشه ایرانی دارن. اگر یک روز استاندار به ما گفت آقای حسینی گفت چند هزار بختیاریه، گفتم نزدیک 600,000 بختیاری اصفهان داره، گفت 5,000 داره، گفتم آقای استاندار بیشتر داره، گفت اگر 5,000 من 1,000 تومان به تو داد بدم ببین 5 میلیون یک سال است، ببین ضرب کن، ضرب در 8 سال کن تا حالا بزرگترین جایگاه سی بختیاری ساخته بدی، عمرت فنا کردی سی بختیاری، ولی ما بدیم عمرمون فدای بختیاری. ما از یکی از دوستانم که اعضای هیئت امنای خانه هنرمندان بختیاری از آقای داریوش مهرابی خان بیا رو صحنه و جریان خانه اقلدن ما تمام کنیم. افتخار اصفهانی های هنردوست رو کف بلند بکنیم بختیاری ها. به نام خداوند جان و خرد، ضمن عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت شما عزیزان، مقدم شما را گلباران می نماییم. بنده شرمنده نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی جا داره واقعا در رابطه با کانون بختیاری صحبت کنیم. کانون بختیاری حدود 1 ساله که به صورت فعال تجدید حیات نموده و واقعا در این راستا دوستانی هستن که شب و روز از خودشون مایه میذارن. در رأس کار خانواده محترم جناب آقای ملکشاه عبدالی هستن که واقعا از همه چیز خودشون مایه گذاشتن و من قبلا هم خدمت ایشون عرض کردم، ایشون درد دل میکردن، عرض کردم خدمتشون، گفتم که اگه به خاطر داشته باشید فردوسی یکی از بزرگمردان ایران بوده، ولی همین فردوسی که حتی زبان فارسی رو نجات داده، اگه ما واقعا حکایتش رو خوب بهش توجه کرده باشیم می‌بینیم زمان درگذشتش، زمانی که واقعا از این دنیا رفت، واقعا در نهایت بی‌بضاعتی بوده. متاسفانه هر جا که صحبت از هنر هست، هنر با سرمایه واقعا فاصله داره. شاید اگه امثال آقای عبدالی به جای کار هنری میرفتن در بخش‌های دیگه سرمایه گذاری میکردن، الان وضعیت اقتصادیشون در حد بسیار بالایی بود که اصلا نیازی نبود که الان بیاد اینجا و شکوه بزنن. ببین آقایون، برادران، خواهران، من معتقدم زندگی خیلی کوچیکه، عمر انسان خیلی کوچیکه. همه ما یه روز متولد شدیم، یه روز هم خانه‌ها از این دنیا خواهیم رفت. اون مدت زمانی که طول عمر و حیات ما نام داره، اون خیلی مهمه که ما واقعا ببینیم در چه جایگاهی قرار گرفتیم. ببینیم مثلا برای خودمون چقدر مفید بودیم، برای جامعهمون، برای فرهنگمون، برای دیگران چقدر مفید بودیم. و واقعا گله داریم، واقعا به عنوان کسی که 1 سال در کانون بختیاری داریم زحمت میکشیم، واقعا گله‌مندیم. واقعا نباید این سالونی که 700 نفر بازم اینجوری علیرغم تبلیغات زیادی که میشه بازم خالی باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ ما شاید بیشتر از 500-600 هزار جمعیت بختیاری فقط در اصفهان داریم. واقعا جای گله و شکوه. باید واقعا بیشتر حمایت کنید، بیشتر بیاید. ما در خود اصفهان، در سطح استان اصفهان واقعا نیروهای فعال و خوبی داریم، ما واقعا کارشناس داریم، ما در زمینه‌های مختلف واقعا دکتر داریم، مهندس داریم، نیروهای مجربی داریم، هنرمند داریم.
ما آقای کوروش اسدپور داریم، دوستان دیگه ای داریم، خب که واقعا میتونیم همه ما در کنار هم باشیم، زحمت بکشیم، واقعا بتونیم در سطح استان خودمون رو مطرح کنیم. الان آقای مهدی جهانیان واقعا من سپاسگزارم ازشون، ایشون واقعا اومدن با تمام وجود همه چیزو متحمل شدن و زحمت کشیدن تا ما بتونیم واقعا در کنار هم باشیم. عزیزان ازتون خواهش میکنم، ما حتی دست همون کارگری که توی جویاباد یا بقیه جای اصفهان زندگی میکنه دستشو به گرمی میفشوریم. ما از همه شما عزیزان میخوایم تشریف بیارین. آیا عبدالی آدرس کانون دادن، بیاین اصلا از ما انتقاد کنیم، بیاید پیشنهاد بدیم، واقعا یه دست صدا نداره. بیاین تا انشالله بتونیم با همکاری هم بتونیم روز به روز فعالتر بشیم. من شرمنده زیاد وقتتون نمیگیرم. به هر حال تمام عزیزانی که دارن زحمت میکشن اینا واقعا مثل ستاره‌های درخشانی در آسمان بختیاری جاودانه خواهند موند. بسیار سپاسگزارم. ممنونم. با اجازه شما. مرسی. از آقای داریوش مهرابی متشکرم. از سرکار خانوم عبدالی که هنرمند صدا و سیما و کشورده خواهش کنم با اعضای گروه بیان رو صحنه. همه اعضای گروه تشریف بیارن چون شو اختتامیه و پایانیه. بعد از 5 سالی ما با ایسا ارتباط برقرار کردیم. از تماشاگران عزیزی هم که اگر وقتتون دیره بیده ایما 2 تا برنامه داریم، یعنی 2 سرود زیبا داریم که در پایان تقدیمتون کنیم. به افتخار خانم عبدالی و اعضای گروه همه تشریف بیارن. متشکریم. ببین خانه هنرمندان بختیاری وقتی خانه که یک تیکه بود در این کشور جمهوری اسلامی ایران به ادعا ما اعلان کنم هیچ گروه حرفه‌ای نتونه نمایشی در سال 67 در تالار وحدت اجرا کنه، حالا هم اجرا کنه. همه گروه ها در 1 ماه 3 ماه منفجر و متلاشی بود و همه گروه ها متلاشی بود. بقای خانه هنرمندان بختیاری پایه و اساس خانواده خانه هنرمندان بختیاری به خصوص رکن اساسی هر هونه که زینه خانوم عذرا عبدالیه. به افتخار از کپ بزنید. هنر مظلوم ما ساز و دهله. ببین هنر همه پیانو زنیم، ویالون زنیم، اگه بودین ساز بزنیم گاهی خواهیم تشماله بمون. ببین هنری که ممدوحه هیچ وقت پیشرفت نیکنه. ما افتخار کنیم به نوازنده هامون که فرهنگ و هنر ایرانه، فرهنگ و هنر سینه به سینه واداشته. به خاطر آقای جعفرمنش جهانگیر گل که کف بالا هم بزنید. خب میزبان ما آقای مهدی جهانیان میده. که آشنا بین باز که این جوان 21 ساله که خانه هنرمندان بختیاری گینه خواهش کنم آقای مهدی جهانیان بیان روی صحنه. به افتخارتون چپ بزنید. متشکرم. آقای مهدی جهانیان. متشکرم. یک چپ بلند بزنید با هم حق بزنید که بله. آقای جهانیان متشکرم. خب قول بدین که ارتباطتون با خانه هنرمندان بختیاری حفظ کنیم و اصفهانیان قول بدن که بیان عضو خانه هنرمندان بختیاری بون 2 سرود از متن نمایش تقدیمتون کنیم. روزگار هم بعد از این 2 سرود به همه ایسا خوش. به افتخار خودتون. برو.
سال زیر مخملی به زیر پاکو وای عزیزان مینا بنوش دستمال هفرنگ چیتی یاد پیدا ندار من ایله چالنگ چیتی یاد پیدا ندار من ایله چالنگ توفنگ شما عجلی ز آسمون عجلی ز آسمون بنا ندار امونا وی المان ای دایه جا گل بودن به سایه شوه 14 شوه گل کوپا فنونا ما که یارم ایچونی بالا سیکی بخونم وی المان ای دایه جا گل بومن به سایه